باز بود؟ یه کوچولو. اون برقک دیوونه دوباره آزاد شده؟ شاید. پس بگرد پیداش کن. ببین وای از گردنش داره خون میاد. صدمه دیده. بیدار شو آقای بی جادو. لعنت به این دیگه چی؟ جای نگرانی نیست. این یه مطلبه. دیگه اون تو چی داری؟ تویی؟ سلام. آروم باش آقای. کواسکی جیکوب. نباید حافظشو پاک کنی. یه شاهد لازم داریم. شما نیویورک رو گذاشتین رو سرتون که چرا این کارو نکردن؟ صدمه دیده حالش خوب نیست. گاز گرفتگی مطلب خطری نداره. اعتراف میکنم تا حالا چنین واکنش شدیدی ندیده بودم، ولی اگه خیلی جدی بود الان چی؟ اولین نشونش اینه که از پشت شعله آتیش خارج میشه. بدبخت شدیم. حتی 48 ساعت اثرش میمونه. اگه بخوام میتونم نگهش داری؟ ما از اونا نگهداری نمی کنیم. آقای اسکمنجر اصلا چیزی از جامعه جادوگری آمریکا میدونی؟ آره یه چیزایی میدونم قوانین عتیقه‌ای در مورد رابطه با مشنگا داری. نمیتونیم باشون دوست بشین یا ازدواج کنین که به نظرم خیلی مسخره است. کی با این ازدواج میکنه؟ هر دوتون باید با هم بیاین. نمیفهمم من چرا باید باید بیام. کمکم دارم کن. خواب میبینم. خیلی هم خستم. امروز اصلا بانک نرفتم. اینا همش یه کابوس طولانیه. آره میدونم. برای هر دومون کابوس آقای ما کوالسکی. که 3 تایی. چی کار میکنی؟